برای 47 سال طولانی رژیم توسعه طلب و اسلامگرای تهران یک جنگ وحشیانه و یک جانبه را علیه آمریکا ادامه داده است. آنها همیشه این جنگ را علنا اعلام نکردند، جز با شعارهای همیشگی مرگ بر آمریکا. این کار را از طریق خون مردم ما انجام دادند. بمبگذاری‌های موتر بم در بیروت، حملات راکتی بر کشتی‌های ما، قتل دیپلمات‌ها در سفارتخانه‌ها و انفجار بم‌های کنار جاده در عراق و افغانستان که توسط نیروی قدس و سپاه پاسداران ایران تمویل و مسلح شده بود. نسل من از سربازان نام برادرانی را حمل می کند که هرگز به خانه ها برنگشتند. برادرانی که با بم‌های کنار جاده‌ای و گروه‌های مسلح وابسته به ایران کشته شدند. هزاران تن از مردم ما این جنگ را آغاز نکردیم، اما تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ آن را پایان می دهیم. جنگ آنها علیه امریکایی‌ها اکنون به انتقام ما از آیت الله و ایدئولوژی مرگ پرست او تبدیل شده است. پس از 47 سال تجاوز ایران، رئیس جمهور 47م آمریکا، یک مبارزه‌ای که همیشه آمریکا را در اولویت قرار می‌دهد، سرانجام خط سرخ را مشخص کرد. او بارها به جهان یادآوری کرد که آمریکایی بودن معنای شکست ناپذیر دارد. اگر آمریکایی‌ها را بکشید یا در هر نقطه از جهان تهدید کنید، ما بدون عذرخواهی و بدون تردید شما را شکار خواهیم کرد و از بین خواهیم برد. رئیس جمهور ترامپ همواره تاکید کرده رژیم‌های دیوانه مانند ایران بر رویاهای افراطی اسلامگرایانه باور دارند. نباید به سلاح هسته‌ای دست یابند. این یک منطق ساده است. بسیار آن را گفته، اما اجرای آن جسارت می‌خواهد و رئیس جمهور ما این جسارت را دارد. تلاش‌های هسته‌ای سرسختانه ایران هدف قرار دادن مسیرهای کشتیرانی جهانی، افزایش زرادخانه‌های موشک‌های بالستیک و پهپادهای مرگبار دیگر تهدید قابل تحمل نیست. ایران موشک‌ها و پهپادهای قدرتمند می‌ساخت تا یک سپر متعارف برای بچگیری هسته‌ای خود ایجاد کند. این سپر برای هدف بچگاهی هسته‌ای ایران بود. پایگاه‌های ما، مردم ما و متحدان ما همه در تیرس آنها بودند. ایران در حالی که تلاش می‌کرد دروغ به شکل دروغ و کاذبانه به بمب‌های هسته‌ای برسد، اسلحه متعارف بر سر ما گرفته بود. تقریبا موفق شده بودند تحت توافق بد دولت اوباما، اما نه تحت این رئیس جمهور. معلوم شد رژیمی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میداد، خودش مرگ را از آمریکا و اسرائیل دریافت کرد. این جنگ به اصطلاح تغییر رژیم نبود، اما رژیم قطعا تغییر کرد و جهان از آن وضعیت بهتر شد. امروز در حالت نومیدی دشمن چهره واقعی خود را نشان داده است. زمانی که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به طور کورکورانه بر هتل‌ها، میدان‌های هوایی، آپارتمان‌ها و دیگر اهداف غیر نظامی در کشورهای همسایه فرود می‌آیند، تاکتیک‌های تروریستی بزدلانه از سوی رژیمی که دهه‌ها به چنین روش